سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک عزیزان و سال پر از برکت، شکوه، شادی، پیروزی و سالی که شاید تا امروز ما فکرشو نمی کنیم ولی خداوند کارهای عجیبی میخواد انجام بده، مثل همیشه که در زندگیمون دیدیم. میخوام واقعا از این وقت استفاده بکنم و یه حرکتی میخوایم انجام بدیم که احساس بکنیم که واقعا این بدن با هم هستش. به خاطر اینکه وقتی که ما ایمان میاریم کلام خداوند میگه دیگر اجنبی و غریبه نیستید بلکه هموطن مقدسین الهی خداوند هستید و چون ما ایمان رو داریم که در خانه الهی خداوند ساکن هستیم، هیچ چیزی نمیتونه به ما نزدیک بشه. اون کسی که باید از فرزندان خداوند دور بشه شیطانه که عیسی مسیح روی صلیب گفت دیگر تمام شد. قدرت شریر بر زندگی ما تک تکمون شکسته شد. اون کسی که گفت عیسی خداونده. برادر و خواهر عزیز، میخوام یک سلامی که مریم وقتی که از فرشته شنید، از پری اون پیامی که فرشته آورده بود، مریم حامل پیام شد. یعنی اون اولین کسی بود که اون نجات رو دریافت کرد و حامل پیام شد و مسیح رو توسط مریم روح القدس حامله کرد و او به دنیا آمد. سلامی که وقتی فرشته کرد اون آرامش براش ایجاد شد و مطیع کار خداوند شد. سلام مریم باعث شد، من این هفته تقریبا سوم دارم این رو تکرار میکنم، سلام مریم باعث شد که وقتی رفت خونه خویشاوندش الیسابات، وقتی به اون گفت سلام مریم باعث شد که اون رحم او که از روح القدس عیسی مسیح نجات دهنده درون رحمش بود، وقتی به الیسابات گفت سلام مریم باعث شد که اون بچه 6 ماهه که اسمش یحیی بود، قبلا خداوند وعده شده داده بود به نام فیض، میگه با سلام مریم اون بچه در رحمش به وجد اومد و اون پری روح القدس رو الیسابات دریافت کرد. و وقتی که سلام فرشته سلام مریم داده شد، روح القدس ساکن شد. امروز با این سلام‌های ما میخوام قوت بگیریم. دست بدید به بغل دستیتون و با قوت روح القدس به همدیگه بگید سلام ای مبارک خداوند. ببینید چه قدرتی نسبت به همدیگه میدید. خواهش میکنم فقط یه حالت سلام قدیمی نباشه، با قوت سلام خواهر و برادر عزیز، ای برکت یافته، ای فرزند خدا، ای قدرتی که امروز خداوند به تو داده تا هر زانویی خم بشه بگه عیسی خداونده. ای مبشر خدا، سلام تو سلامیه که باعث میشه اون شهر از پری تو در خداوند پر بشه و اعلام کنه هللویا، چه اتفاقی افتاد که من امروز تفاوت کردم. چطور شد که روح کسل من تبدیل به روح شادی شد؟ چطور شد که غم من تبدیل به امید شد؟ این سلامی که ما به همدیگه میدیم یک سلامیه که با تمام قوت و جرأتمون داریم میگیم. پس ازتون خواهش میکنم یک بار با صدای بلند، در زمان عهد عتیق نگاه بکنید یهودی ها و الان هم به همین صورت، این رو من دفعه سومین هفته است دارم شما میگم، چون قدرت شما باید مریض ها رو بلند کنه، قدرت شما در سلام باید شفا انجام بشه، قدرت شما در سلام باید مرده ها زنده بشن. با صدای بلند به همدیگه بگید سلام خواهر عزیز، سلام برادر عزیز. هللویا. حالا برکت رو دریافت کردید به اسم عیسی مسیح. اینو بهش میگن سلام. این سلام گذری نیست، این سلامیه که مریم دریافت کرد، زندگیش رو داد. به خداوند گفت تو را اطاعت خواهم کرد و چون اطاعت کرد نجات رو دریافت کرد. امروز هر کسی اطاعت کنه
نجات رو دریافت میکنه. آمین. ای خداوند، جمشید ظرف خالی اومده در حضورت، میخوام پر کنی ای خداوند این ظرف خالیت رو از روح القدس، قوتی جدید بدی در سال جدید. اولین موعظه‌ای رو که دارم میکنم مثل گذشته قوت بده ای خداوند، تا خداوندا بتونم اون کلامی رو که در دهانم گذاشتی مثل همیشه ای خداوند که به من گفتی جمشید تو نخواهی مرد زنده خواهی ماند و کارهای مرا تعریف خواهی کرد، مثل همیشه ای خداوند مثل ستون بوعز و یاکین تو در کلیسا کلامت رو عنوان کنم ای خداوند. جلال بر نام قدوست از حال تا ابد. آمین. میخوام که کلام خداوند رو شروع بکنیم، ببینیم امروز خداوند چه پیامی به ما. اسم موعظه خیلی مهمه. این موعظه، اسم موعظه رو نگاه بکنیم. وقتی هم که من کلام رو میخوام بخونم یادتون باشه که خداوند میخواد در سال جدید قدرت جدید بهتون بده. به این ناله ها گوش نکنی. ناله هایی که تو زندگی اون بوده در سال گذشته، شاید مریضی بوده، شاید مشکلات بوده، یکی که اعلام میکنم ببینم کدوماتون چه چیزایی داشتید. این ناله هاست که ما انجام میدیم، ولی خوشا به حالای ما اینه که خداوند دوباره مثل داوود میگه خانه تو را بنا خواهم کرد. خواستم اینو به شما بگم که یهو شوک بهتون وارد نشه. موعظه سال جریانش چیه؟ با ناله شروع شد؟ نه، این مال گذشته است که ما تا دیروز شاید خیلی چیزها در زندگیمون بوده، در این خیممون، حالا هر کسی به صورتهای مختلف، اما خداوند خبر خوش داره. ما روزنامه ها رو که نگاه میکنیم همش ناخوشیم چون خبرها ناخوشه، اخبار رو که گوش میکنیم چون خبرها ناخوشه. اما مسیح وارد خلقت شد، خبر خوش وارد خلقت شد که ما از خوشی روح القدس خوشی خودمون رو اعلام بکنیم و هر زبانی اعلام کنی که عیسی خداونده. اسم موعظه پیام سال 2017 اولین روز برای خود من که باز شد این کلام اینه که خیمه زندگیت را وسیع گردان. هللویا. یعنی چی؟ خیمه زندگیت را وسیع گردان. حالا ما نگاه میکنیم به این کلام خداوند که میبینیم که قوم در اسارت بوده 70 سال، حدوداً میشه گفت 600 سال قبل از میلاد قوم خداوند به اسارت میره و وقتی که به اسارت میره موضوع از اینجا شروع میشه که در مزمور 137 و ناله ها شروع میشه که ما حالا میخوام ببینیم که اصلا چی شد که در ارمیا چه اتفاقی افتاد و در مزمور چه اتفاقی افتاد و در اشعیا چه اتفاقی افتاد. اینها رو بغل هم دیگه میخوام بذاریم ببینید که در سال گذشته شما جزء کدوم از این مسائل بودید. ارمیا آیه باب 20 فکر میکنم، باب 10 آیه 20. بله، خدا رو شکر. میگه که کتاب ارمیا فصل 10 آیه 20 خیمه من خراب شد و تمامی طناب‌های من گسیخته گردید، پسرانم از من بیرون رفته، نایاب شدن، کسی نیست که خیمه مرا امن کند، پرده های مرا برپا کند. عجب غمی آدم میبینه وقتی توی خیمه میبینه، حتی نزدیکش هم نمیره. میگه ما اومدیم یه جایی درد دل بکنیم، نگاه کن چه خیمه‌ای، از بغلش رد بشیم تمام این چیزها گریبان ما میشه. اما در چه حالتی یه همچین مسئله‌ای به وجود میاد؟ قوم در اسارت. مزمور 137 ببینید که داستان این ناله جریانش چی بوده. امکان داره خواهر و برادر عزیز مهاجرت کرده، حرکت کردی، اومدی اینجا به امیدهای مختلف، نگاه میکنی اومدی اینجا برای بهتر شدن. اینها رو دارم به شما میگم که برای سال که گذشت
خداوند پیام سال جدید داره. اینها مال چیزایی که برای تک تک ما محاله که به وجود نیومده باشه. برای تک تک ما نگاه میکنیم اومدیم اینجا، حالا هر کسی فکر میکنیم اسارت، هر کسی فکر میکنه پناهنده، هر کسی فکر میکنه حتی دانشجو اومده اینجا براش سخته و آدمای مختلف. این پیام برای تمام اشخاصیه که احساس میکنن که دیگه خیمهشون اون خیمه قدیم نیست، اون خیمه ای نیستش که اون تناب شل شده، خیمه ای نیست دیگه اون چادر پوسیده شده، دیگه اصلا جای امیدی نیست. چرا؟ واقعیت بابل 70 سال در اسارت. خیلی جالبه در مزمور 137 آیه 1 ما داریم این مورد رو میبینیم. برادر عزیز، امکان داره که خانه‌ای خریدی، خانه‌ای اجاره کردی، یا ماشینی گرفتی، ماشینی اجاره کردی، داری قسطشو میدی، نگاه میکنی میبینی خونه همه چی داری ولی توش آرامش نداری. نگاه میکنی ماشین خریدی برای آرامش ولی ماشین سوار تو شده. شخصی بود که تفلکی ماشین خریده بود، به جای اینکه ماشین رو سوار بشه اون سوار ماشین شده بود. چرا؟ چون آرامشش گرفته بود. یه دونه آشغال میافتاد کف ماشین، خانومش رو توبیخ میکرد، هم یه دونه لاستیک مینداخت، هم یه روزنامه مینداخت، مبادا خانوم یا بچه‌هاش بیان سوار ماشین میشن مشکل ایجاد بشه. کوچکترین مشکلی روی ماشین میشد شروع میکرد پولیش زدن. بعضی مواقع هستش که مشکلات ما به این صورت و وصلش میکنیم به اینکه چرا این وسواسیت ما باعث میشه که ناراحت بشیم که خانوممون اومده یه دونه آشغال تخمه انداخته توی، یا خونه گرفتیم نتونستیم قسطش رو بدیم و این خونه به تاراج داره میره، خوشیمون از بین رفته. به شیوه‌های مختلف محبت کردیم به کسی، نگاه میکنیم به جای محبت یه دونه سیلی هم زده تو گوش ما. نگاه میکنیم ازدواج کردیم برای بهتر شدن، میبینیم هر روز زندگیمون تلخ‌تر شده. نگاه میکنیم بچه به دنیا اومد، میگیم خب بچه‌ها دستمون میگن، میبینیم نگاه بکنیم تو زندگیمون فقط به اینها داریم نگاه میکنیم. اما چیز دیگه‌ای خداوند میخواد به ما یاد بده. میگه اون چیزی که در گذشته بوده درگذشت، همکنون همه چی در سال جدید تازه شده است. فکرامون باید جدید بشه. اگر میخوای فکرات جدید بشه، برای اون چیزی که داری لذت ببر و زندگی بکن در نام عیسی مسیح. برای اون چیزی که خدا بهت داده شکرگزاری کن. بذار خداوند زندگی تو در سال 2017 وسیع کنه. تو نمیتونی همسرت رو خوشبخت بکنی، ولی خداوند در تو میتونه همسرت رو خوشبخت کنه. تو نمیتونی مدام مواظب بچت باشی، اما خداوند در تو، خانواده عزیز، میتونه مدام از پسرت محافظت کن. اما فرمولی داره. در خیمه تو چه چیزهایی میگذره، در ماشین تو چه چیزهایی میگذره، در دوستیابی تو چه اتفاقهایی افتاده. آیا مطلوب زندگی میکنی؟ آیا خونه تو که وسیع کردی با ایده خودت توی اون خونه صدای دعا میاد؟ آیا اون ماشین فراری که گرفتی مدام پاکش داری میکنی؟ آیا با این ماشین فراری نیم ساعت آرامش داشتی؟ 4 نفر رو پیاده و سوار کردی؟ 4 تا پیغام تا حالا دادی که برادر عزیز، اگر امروز من زنده هستم، اگر امروز دارم راه میرم، این قوت خداونده که در من این مزایا رو به من داده که به تو اعلام کنم اگر تو فقیر هستی، عیسی روی زمین اومد که تو ثروتمند بشی. اگر تو در این دنیا مریض هستی، عیسی اومد گفت آمدم افتادگان رو بلند کنم. آیا توی ماشینت، توی خونت، توی رفاقتی که با چند نفر پیدا کردی این بشارت عظیم رو دادی؟ بعد نگاه میکنیم میبینیم که چرا زندگی رو فرم نیست، ناله ها میاد جلو. خداوند میگه من به تو همه چی دادم، اما تو مرا فراموش کرده ای. هیچ کس نیست خانه مرا بنا کند
این پیام خداوند. میگه در سال گذشته، در این مدتی که تو من رو میشناختی، هر سال خون تکونی کردی، هر سال چیزهای نو گرفتی، اما یادت باشه تو خانه مرا بنا نکردی. خداوند داره امسال میگه که برای تو خبری دارم، میخوام درون قلبت رو وسیع کنی. میخوام امسال اون ایمانی که کم شده، ضعیف شده، ایمانت رو تو وسیع کنی. میخوام اون میخ ایمانت رو محکم بکوبی روی زمین، هیچ کس نتونه به این میخ نزدیک بشه و اون رو بکنه. میخوام که اون ریسمان چادرت رو، خیمت رو آنچنان محکم بکنی که هیچ کس قدرت بریدن اون رو نداشته باشه. در زمانی ما میتونیم به این وعده عمل بکنیم که بدونیم که خداوند اون گره سوم ایمان ما، اون چیزی که خداوند به ما داده، از اون استفاده کنیم. برادر و خواهر عزیز، برای هر چیز به نام عیسی مسیح دعا کن. برای هر چیز در زندگی در سال 2017 هر قدمی که میخوای برداری بگو ای عیسی مسیح، ازدواج مرا مبارک بساز. عیسی مسیح، خانواده مرا مبارک بذار. تا کنون خانواده‌تون از خونه رفتن بیرون، اعلام کردید که ای خداوند بچه‌هام رو از خونه میخوام که راهی بشن، برکت بده. ای خداوند امروز جهنم رو از خانواده‌ام دور میکنم. تا حالا این دعا رو کردی، از خونه اومدی بیرون؟ وقتی این دعا رو بکنی خداوند محافظتت میکنه. بالای نوردبون 4 متری بودم، هر کاری کردم دیدم این نوردبون راه نمیره. از این نوردبونای حالت 8، هر کاری که کردم دیدم راه نمیره. به هر کاری که کردم من با این نوردبون کلی راه میرفتم، در حینی که داشتم کارم رو انجام میدادم، ولی یک آن دیدم این نوردبون راه نمیره. هر کاری کردم دیدم همه اون پایین دارن نگاه میکنن. من گفتم چرا این نوردمون راه نمیره؟ میدونی چرا راه نمیرم؟ چون دعا کردم، صبح از خونه اومدم بیرون، خداوند نوردمون رو کرده بود تو بطن، تکون نمیخوردیم این نوردمون. میدونی چرا؟ چون به مجرد این که من به اندازه یک بند انگشت اگر سرم رو اینجوری برمیگردوندم، نوردمون تکون میخورد. میله به این صورت تیز مثل شیرمونی از این برم رفته بود تو پیچ‌ها و از این برم در اومده بود. خداوند محافظ ماست. از که بترسم؟ وقتی که اتکا به خداوند میکنی، ورد نکن ای خداوند صبح دارم میرم بیرون، منو محافظت کن. فقط این نباشه، بیا شب شکرگزاری کن برای اینکه از صبح تا شب تو رو محافظت کرده، جیبمون رو پر کرده، سلامتی به ما داده، قدرت به ما داده، شفا به ما داده، معجزات به ما داده. قلبمون رو از همه مهمتر وقتی گفتیم عیسی خداونده، گناهانی که مثل خون سرخ بود، مثل برف سفید کرد. عجب کاری که هیچ وقت تو زندگیمون فکر نمی کردیم که خدایا ما چجوری بخشیده میشیم. خداوند میگه ببین، اگر تا امروز فکر میکردی که ایمان داری، ایمانت مثل خیمه‌ای بوده که شل شده، اما امروز خبر خوش اینه که خیمت رو صفر بکن و در نام عیسی مسیح ستونهای خیمت رو محکم بکن، فونداسیون زندگیت رو محکم بکن، آرتور زندگیت رو محکم بکن، روح القدس رو در زندگی دعوت بکن. پدر پسر روح القدس رو اول بذار، بعد بقیه مسائل. قول بهت میدم به اسم عیسی مسیح اگر مشکل تو زندگیت باشه محاله که رفت نشه. ولی وقتی که ما فقط مثل گذشته حرکت میکنیم، میام سال 2017 مثل 2016 برای ما میگذره. میخوای امسال قدم هات رو در خداوند قدرت بگیری؟ میخوای اون عشق، قدرت و محبت خداوند رو در زندگی به کار ببری؟ مواظب باش. خداوند میگه من آمدم زمین که
تو ثروتمند بشی. نگاه نکنی که مردم به ما چی میگن. تو محبتت رو بکن، تو بخششت رو انجام بده در این خیمت. تو اون چیزهایی که الگو عیسی مسیح به تو نشون داده با تمام قلب، با تمام جان برای خداوند بکار. بده بستونی نیست. نگو من این کارو کردم که یکی بگیرم. نه، تو این کارو نکردی که یکی بگیری. چرا؟ قبل از این که تو بخوای محبت بشی، محبت وارد خلقت شد، محبت روی صلیب رفت، محبت جانش رو برای تو داد. پس بنابراین محبتی که جانش رو برای ما داد یک بار نیومد به ما بگه چرا تو گناه کردی، بدونی که کاری بکنی روی صلیب 2000 خورده سال پیش برای من و تو اون محبت رو در این خیمه ساخت. وقتی با این محبت در سال 2017 در این خیمه صفر شده‌ای که خداوند برات بنا کرده حرکت کنی، خداوند زمین تو را پر خواهد ساخت. قدرت جدیدی خواهی گرفت. هیچ کسی نمیتونه نزدیکت بشه، ولی وقتی که ضعف وارد زندگیت میشه اون موقع است که اینجوری میکنی، میگی که ای خداوند من چیکار کنم. نگو خداوند چیکار کنم، بالفعل تو اون لحظه به خودت سر بزن که چه اتفاقی افتاد که به این صورت شد. چون خداوند میگه من راه و راستی و حیات هستم. ای گرانباران نزد من بیایید، من به شما آرامی میدهم، زیرا یوغ شما سنگین است، یوغ مرا حمل کنید. چقدر خداوند مهربانه. این مزمور 137 آیه 1. نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، چون صهیون را به یاد آوردیم. در اسارت شما رفتید تو دونا نشستید و از غم و غصه ها ای بابا ما چرا اومدیم، جریان چی شد، اجداد بیداد اومدیم بهتر بشیم. ناله ها رو گوش کنیم. بربطهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود، زیرا آنانی که ما را به اسیری برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج کرده بودند شادمانی خواستند که یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید. دشمن اومده میگه آقا یه سرود هم واسه ما بخون، حالی که اومدی کنار دونا یه شعر هم واسه ما بخون. اونم انقدر خودش غم داره که شروع میکنه از اون شعرهای گذشته آی 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 ناله ها میشه 2 برابر، این طرف هم بدتر غمش چندین برابر. میگه چگونه قوم خداوند ها، میگه چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانید. برادر عزیز، اتفاقا تو همین زمین بیگانه هست که من و شما و همه ما وقتی در تمام سختی به هیچ چیزی نگاه نکنی، شروع کنی بشارت عظیم خداوند رو در سال 2017 در این خیمه‌ای که خداوند میگه اون ریسمانت رو صفر کن. 3 تا چیز خداوند پیغام میده در اشعیا 52. 3 تا پیغام برمیگرده میده. توجه کنید ببینید که این پیغام چیه. مکان خیمت را وسیع گردان و پرده های مسکن تو عریض شود. دریغ مدار، طناب‌های خود را دراز کن و میخهایش را محکم ساز، زیرا که به چپ و راست منتشر خواهی شد. میگه وقتی که من این قدرت رو به تو دادم، تو از این قدرت استفاده نمی کنی، مدام خیمه تو شله. اولین چیزی که خداوند به ما دستور میده، میگه کجای زندگی خرابه، اون قسمتی که در سال 2016 خراب شد امسال من به تو میگم صفر کن. میگه آخه توی این موقعیت من چه شکلی سرود بخوانم، آخه توی این کشور من چه شکلی که زبان بلد نیستم کار بکنم، آخه توی این کشور من چه شکلی میتونم برم توی سوسیال حرف بزنم،
چه شکلی میتونم برم آلباچام صحبت بکنم؟ ای خدا من اومدم اینجا، نه زبان سنم بالا، هیچی ندارم. اینجاست که خداوند میگه در مزمور 50-15 مرا بخوان من تو را اجابت میکنم. اون دفعه گفتم 2348 مرتبه در عهد عتیق خداوند میگه بایستید بدانید که من خداوند یهوه هستم. ببین چی میگه خداوند. اگر خداوند و فقط خداوند، پس با بقیه چه تفاوتیه؟ خداوند اینجوری باش صحبت کنید. به نام عیسی مسیح شفا از آن فرزندان توست. به اسم عیسی مسیح خداوند سرطان رو بردار. وقتی که 3 ساعت دعا میکردم توی این سرطانم، چون ایمان داشتم پدر من زنده است، پدر من با منه، پدر من این کلام زندهش رو به من داده، به من گفته تا غذای عالم با تو هستم. وقتی نشستم دعا کردم، بعد از 3 ساعت گفت تو نخواهی مرد، زنده خواهی ماند و کارهای من را تعریف خواهی کرد. و الان دارم از اون کارها تعریف میکنم. ناامید نشو خواهر و برادرتی. مریضی؟ یعنی بدتر از اون چیزی که فکر میکنی مرد. مریضی، گرفتاری، توی طلاق افتادی، تو مشکلات افتادی، تو چی بودی در سال گذشته؟ خداوند میگه مرا بخوان. اما چه خواندنی؟ یه خواندنی داریم که 3 دفعه دور راست میشیم میگیم تمام شد، آخر نمیگیم چی خوندی. ولی یه موقع هستش که داریم میگیم ای خداوند شفانان فرزندانه، تو در کلامت وعده دادی، وعده دهنده امینه، مکتوب است در کلام، شفا مال منه. به اسم عیسی مسیح از نوع اعلام میکنم به اسم عیسی مسیح مریضی دور شو و ایمان دارم که دور خواهد شد. این میشه دعا کردن. انشاءالله ببینیم شفا پیدا میکنیم. حالا دعا کرد بابا 10 سال دارم با این تحلیلم، ول کن برادر جمشید، خسته شدم. خداوند وارد دروازه گوسفندان شد. 38 سال طرف فلج بود، نمیتونست، منتظر بود یه کسی بندازتش توی آب که سال 1 مرتبه تکون می‌خورد. شفا و معجزات بود. خود معجزه اومد پایین. عیسی مسیح وارد دروازه گوسفندان، امروز وارد کلیسای هدفمند اعلام میکنه شفا میخوای خواهر عزیز؟ اگر 38 سالم شفا توی مریضی و فرجی بودی، برای خداوند زمان، مکان، هیچ چیزی برای خداوند غیر ممکن نیست، زیرا خداوند با ما. حالا اینجوری خداوند رو حرف زدی باش. حالا احساس کردی که پدر یعنی چی؟ میدونی وقتی پسر من برمیگرده که بابا من اینو میخوام، به زمین و زمان میزنم تا بهش بدم اون چیزی که برخواست ارادشه. امکان داره بگی سیگار میخوام، میگم نه پسرم اصلا خوب نیست، چیزای مختلف اصلا خوب نیست، اما میگه خواست و اراده من برای تو نیکوست. به جهت آنانی که من گوش دارن همه چیز با هم به خیریت هست. کجا بریم دنبالی همچین پدری؟ ناله های ما تبدیل میشه به این. خداوند میگه این 3 مورد رو تو زندگی امسال انجام بده. اگر خیمت شل بوده، خداوند میگه تناب تو صفر کن. اگر مثل خیمت شل بوده، با یک باد افتادی، ایمان ضعیف شده، اگر با یک باد جابجا شدی، اگر با یک مشکل شوهر گفته که تو این کار نکن، نه دیگه من قرار میکنم بلند میشم میرم، نه ما برای این نیومدیم، چون مسیح وارد خلقت نشد که اختلاف بندازه. مسیح وارد خلقت شد که اختلاف ها رو به اسم عیسی مسیح برداره و ما رو با پدر آسمانی صلح بده به واسطه خون مقدس روی صلیب. میتونی رو باور کنید؟ میتونید این رو قبول کنید که ما بی پدر نیستیم؟ میدونید قبول کنید که ما یتیم نیستیم؟ میدونید که ما قبول کنید ما قدرتمند نیستیم؟ میدونید که لشکرهای آسمان وقتی که یک نفر نجات پیدا میکنن در آسمان شادی میکنن؟ برادر و خواهر عزیز، تو این دنیا دنبال کسی نگرد که برای تو دست بزنه. دنبال این باش که یک نفر رو داروش
چشماشو خم کنی، خداوند برایش دست بزنه. خداوند رو خوشنود کن. بشر رو برای تو نمیتونیم خوشنود کنیم، بدتر غم وارد زندگی اون میشه. اما وقتی رضایت خداوند رو حاصل کنی، برمیگرده میگه دخترم، پسرم، تو محبوب من هستی که از تو خوشنود هستم. این وعده است، مکتوب است. اما در کلام خداوند خیلی جالبه. وقتی که اطاعت کردی، میخوصف کردی، طناب رو کشیدی، اومدی، خیلی مشکلاته، ولی خیلی جالبه. خداوند داره میگه ببین تو این کشور اومدی، زبان بلد نیستی، ارتباط نمیتونی برقرار بدی، اجنبی و غریبه هستی، از هر طرف به چپ و راست می‌نظره، گیج و واگیج شدی. ببین توی موقعیت خداوند چی داره به اینایی که ناله میکنن میگه خیمه خودت تو همین موقعیت وسیع کن. میخوای بری سر کار، بنا نیست تو کاری بکنی، خداوند در تو زبان میده. باور کنید ما بین 33 نفر، من اینو گفتم ولی خواهش میکنم جوانای عزیز استفاده نکنید، ولی هر کسی خداوند یه جوری نشون میده. من درس خوندم اینجا، هر 2 ماه یک مرتبه باید امتحان میدادم. اولین امتحانی که من باید میدادم ریاضی بود. خدا رو شکر قبول شدم، من نمره 2 آوردم، ولی بعد از اون هر 2 ماه به 2 ماه من باید امتحان میدادم. وقتی که وارد شدم، اولین باری که به من هر دفعه که اگر رد می‌شدیم دیگه قبولمون نمی‌کردن، ما می‌انداختنمون بیرون. 2 ماه به 2 ماه اولین امتحانی که من اومدم بدم، نگاه کردم به من اصلا بلد نیستم این رو ترجمه بکنم. حتی دیکشنری هم برای من بلدم باشه، اولی میخوام ترجمه کنم، یعنی از اجازه بده از دیکشنری استفاده کنم، چیه؟ وقت تمام میگم با چند کنم بیرون. اما شما از این استفاده کنید. بعضی مواقع یه موقع همه میگن ما پس چطور برادر جمشیدی اگه بدتر یه ضرب بهتون میره. ضرب رو خم کردم، میگم خدا سفره جلوی شیطان برای ما پهن کن، ما بلد نیستیم با این موضوع اخبار. من که دعا کردم اومدم این درس بکنم، اگر نمیخواد به اسم عیسی مسیح خب به من میگفت، من اومدم هیچی بلد نیستم، چشمام بستم برگشت گفتم به اسم عیسی مسیح تو برام ترجمه کن. چشممو باز کردم، یکی پس از دیگری تمام جواب رو دادم و با نمره 3 اومدم بیرون. اتریشیا جوانان گفتن جیمی تو که زبان بلد نیستی، تو نمیتونستن انگه تقلبم بچسبن، چون اگه 2 مرتبه من گفتم بلد نبودم. ولی خداوند به من نمره داد و من رو مابین اون همه جوان‌ها که به من گفتن پدر، به من گفتن فاتا، چون پیر بودم مابین اون همه جوان، خداوند من رو سربلند کرد. نترسی، اون چیزی که داری بذاری جلوی قدس و اقداس خدایا من این علم رو دارم، تو از این علم من برای جلال نامه در سال 2017 استفاده کن. خدا هم استفاده میکنه. ببینید در مزمور 91 اشتباه نکنم 91:10 میگه هیچ بدی، وقتی که خونت رو بر اساس این 3 مورد که از خداوند اطاعت کردی انجام دادی، ببین تو خونت چه اتفاقی میفته. اینها که داستان نیست الان هیجان زده بشید، اینها رو تو 2017 استفاده کنی، نتیجهش رو با قوت خداوند اگر خداوند اجازه بده روی زمین باشیم بیاد یکی فکر می‌کنم هفته به هفته میاد شهادت میدی. اون کسی که ایمان داره نگاه کنید ببینید خداوند چی داره میگه. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و برای نرد خیمه تو نخواهد رسید. این وعده است. بگو خداوندا برادر جمشید از زبان تو موعظه کرد، وعده است. تو گفتی وقتی خیمت رو صفر کنی هیچ چیزی به من نمیزن. مبادا وقتی مریض شدی بگی ایداد پس اون چی شد. خداوند میگه تو همین موقعیت مریضی تو خانت رو وسیع کن. من تو بحبوح سرطانم تو بیمارستان میگفتم که برق گذاشته بودم، درب داغون بودم، یکی فوتم میکرد میافتادم، سرم تو دستم بود، غذام شده بود سرم، یه دفعه دیر شده بودم میگفتم گشتم شده، خواهش میکنم سرم بذارید گرسنگی رفت بشه. اومدن به من سرم رو رفتم به مرحوم میگم شما شفا میکنی؟ طرف واسه یه نگاهی بکنید یاد عیسی مسیح افتاد توی دوباره که میخوام
اجازه ما رو بیخیال. به من مثلا یکی من فوت میکرد میافتاد اینجا کرد. حالا این تو دستم این ور اون ور سر و صورت سیاه موها ریخته، ابرو ریخته، اصلا یکی ببینه میترسید با من نزدیک من بشه، مثل لولو شده بودم. اما چیکار کرد؟ میخواد اینجوری نگاه میکرد، اینجوری میرفت کنار. ولی یه چیزی میدونستم، خداوند با من گفت توی همین موقعیت بشارت بده. جلال من توی این موقعیت نشون داده میشه. توی مشکل میتونید ادامه بدید؟ توی مشکلات مریضی، مشکلات فقر، مشکلات پناهندگی میتونید صبح به صبح بگید خداوند شکر میکنم هیچی به طول نیست، من خود چه شکلی شکر بکنم؟ آخه مگه این دعا نمی‌کنی که میگه ای خداوند نان کباب روزی ما را ارزانی بدار و قوت ایمانه؟ کجاست؟ این مال اینی که خیمه شد شده، این مال اینی که ایمانه شد شده، این مال اینی که سوز شده. تقصیر نذار تقصیر خدا، تقصیر بذار تقصیر خوده. بگو از سال 2017 شیوه رازگاهان من تغییر میکنه. من میخوام برای خودم تو خونه صندلی بذارم، برای خودم برنامه بذارم، میگم روزی نیم ساعت 3 رو میخوام در دنیا رو ببندم، با تو خلوتی باشم، فقط با تو حرف بزنم. وقتی که بچه آدم میاد اینجوری میکنه بابا من میخوام نیم ساعت باید صحبت کنم، چقدر پدر برمیگرد میگه دخترم پسرم بیا من منتظرتم. خداوند اینجوری منتظری من و توست که با ما صحبت کنیم، چون ما رو به شباهت صورت خودش آفرید، خواست این ارتباط رو با ما داشته باشه. تمام اجناس و موافقت جنس خودش ساخت، الا ما یه مخلوقه که خداوند خلق کرد، میگه به شباهت صورت خود خلق کرد که با ما ارتباط برقرار. هدف خدا ارتباطی که من با خدا باید و مسیح وارد خلقت شد، این هدف رو احیا کرد، بازسازی کرد و امروز ما با خدای قادر مطلق، خدای باری تعالی، خدایی که فراموشنده هیچ کس نمیتونه نزدیکش بشه، برادر و خواهر عزیز، به واسطه عیسی مسیح تو نزدیک خدا شدی. اما مزمور بعدی این آخریشه. خواهش میکنم برادر و خواهر عزیز، این آخرین آیه است، بعد میخوام سراغ شام خداوند برم. جلیه های سال گذشته خداوند میخواد در سال جدید بخور عطر معرفت مسیحا از خانه بلند بشه، از خیمه هایی که خراب شده. هر کسی خیمهش تو کجا خراب شده، هر کسی هم میگیدن یه دروغ هم به خدا گفته. خداوند میخواد امسال با هر مشکلاتی که داری میگه من با تو هم، نترس، من تو رو رهایی میدم، تو برکت یافته هستی، من ولی زنده تو هستم، تو قدم ایمانت رو بگذار، بقیه‌اش با من. میخواد خانه ما خانه دعا، دعوت و عود، خانه ستایش، خانه پرستش، خانه بشارت. وقتی که این بخور از خونه تو خارج بخواد بشه، محال شیطان نزدیک خونت هم برسه. میگه این خونه اصلا به درد من نمیخوره، چون همش روش بخور عطر معرفت مسیح هاست. آیا میتونی این رو برای 2017 انجام بدید؟ وقتی که اطاعت کردید، خداوند در مزمور 91:10 گفت. حالا ببینید در مزمور 118 آیه 15 ببینید چی میگه. آواز ترنم و نجات در خیمه های عادلان است، دست راست خداوند با شجاعت عمل میکنه. برادر و خواهر عزیز، چون ما نجات یافتیم، عادل شمرده شدیم توسط خون عیسی مسیح. هر کسی امروز، هر کسی به اسم عیسی مسیح که وارد این کلیسا شده، اگر تا امروز عیسی مسیح رو نمیشناخته، اگر به عنوان خداوند هنوز نپذیرفته، اگر هنوز قدرت عیسی مسیح رو در زندگیش نچشیده، برابر مزمور 34 میگه بچشید ببینید چقدر بود، عجب خدای جنتلمنی خدایی. اگر امروز اومدی اینجا با پای خودت نیومدی، دوست داری که خداوند ملاقاتت کنه، میتونی بیای جلو
قلبت رو به خداوند بده. اگر مشکلاتی هستش که توی درونت هست دوست نداری، از این موعظه دریافت بکن، بذار در دعا، بگذار خداوند شفا رو در خانواده‌ات بریزه. سال 2017 ازتون خواهش میکنم نگذارید که بگید خداوند کجا. خداوند گفت من اینجا هستم، خونه تو کجاست؟ روی شعر یا روی سنگ زاویه؟ اگر سنگ زاویه مسیحه، بدون که تو رو شفا بده. اگر رو شعر باشه، با یک بار خیمه تو جمع خواهد شد. آمین. من دعا میکنم برای شام خداوند که این موقعیت هم باید فکر بکنیم که واقعا اگر قلبتون رو خواستید به خداوند، حالا آتیلیا در مورد شام خداوند توضیح میده که چه کسایی میتونن برابر قرنتیان از این غذا دریافت بکنن و تو همین من یه استراحت هم میکنم. و اگر احیانا این موقعیت کسی قلبش لرز نه با وسوسه های، با احساسات من، اگر کسی اینجا در مورد هستی تا کنون قلبش به خداوند نه، خداوند میگه قدم ایمان تو بردار، تعصب تو بگذار کنار، من برای تو در سال 2017 رویایی دارم. رویای من برای تو پیروزی نشکست، رویای من برای تو شفاست نه مرگ. اگر احیانا هر کسی دید آماده است یا جلو براش دعا میکنیم. و توی این موقعیت هم آتونینا برای مسائل شام خداوند هماهنگ میکنه در قرنتیان فصل 11. پس بنابراین من دعا میکنم اگر کسی خواست قلبشو بده میتونه بیاد، من نشستم اونجا، بیاد براش دعای نجات رو بخونم و او هم نجات رو دریافت کنه. خداوند شکر میکنم که یک بار دیگه اجازه دادیم کلام پرقدرتت رو اعلام کنم. شکر میکنم که با ایمان خداوندا تو در اولین روز سال 2017 میخوای خداوندا قوقا کنی، خداوند میخوای ولوله برقرار کنی. ای خواهر، ای برادر عزیز، قلب خودت رو سخت نکن. راه مسیح راه نجاته، راه مسیح راه شفاست، راه مسیح راه صلحه. خدایی که ما رو از مرگ رهانی باز هم خواهد رهانید. امید داشته باش که باز هم میرهاند. ای خداوند، مثل همیشه اعانت ما از آسمان تو بوده. شکرگزارم برای این همه شفا و معجزاتی که دادی. جلال بر نام قدوست ای خداوند از حال تا ابد. آمین. هللویا.